فصل 89-90 به غیر از آلوز دسوزا، تاج بعد از 7 سال مستقیم سراغ بازار برزیل رفت و 2 بازیکن برزیلی دیگه هم خرید: آندرسون دو سانتوس و آندره لوئیس. آندرسون دو سانتوس که با کیلوهای اضافه و بدنی ناآماده عملکرد ضعیفی داشت، کارش به نیم فصل هم نکشید و تنها با یک اثرگذاری مثبت و خاطری خوب، یعنی پاس گل اتفاقی به فرهاد مجیدی در بازی مقابل استیلازین، از تیم جدا شد. اما قصه آندره لوئیس تا حدودی متفاوت بود. لوئیس که سابقه دعوت به تیم‌های پایه برزیل رو هم داشت، در فصلی که خسرو ایدری باشگاه رو ترک کرده بود، تونست عملکرد خوبی از خودش به جای بذاره و اکثر بازی‌ها رو به عنوان یار فیکس به زمین بره. اما او هم در پایان فصل مثل آلوز دسوزا جایی در پروژه آینده تاج نداشت و به ناچار باید باشگاه رو ترک می‌کرد. این یک فصل حضور در تاج اونقدر برای آندره لوئیس شیرین بوده که همچنان رابطه‌اش رو با تاجیا حفظ کنه و گهگاه در صفحه اینستاگرامش از خاطرات خوب اون روزها بگه.